جونکم من الکی در جای خوری کسی زنگ زده گفت که جانم 5 دقیقه پس من به شما زنگ میزنم جانم گفته شما در زنگ نزده پس؟ نه به من زنگ نزده بود یه جانم گفته شما میتوانید پیشتر رفته که من سخنهایشان رو شنوم جونکم او 5 دقیقه الکی گذشت در صورت حسابی تلفنم 50 سومانی گذرانه حاضر جونکم حاضر جونکم اپارات پول گذارانی نیست جونکم انا حاضر 50 سومون در جیبی شیمی راستم گذاشتم تاکسی رو آگاه کردم برای تاکسی 30 سومانی گرفتم و نه تاکسی؟ ها بله هیچ گپ نه جونم حاضر انا با 30 سومونی در جیبی طرفی چپی شیمم گذاشتم برای دخت کرتم 300 سومانی لازم هیچ گپی نبوده است جونم این حل شونده است 300 سومونی او این حل شونده است انا جونکم انا 300 سومونی انا در جیبی پیشم در بالای دیلم برای شما گذاشتم خوب شده است خوب جان اوچا دا گیریا داره؟ حاضر بحبت گو گیرد بودک رو یک در
تنهایی تنهایی زیغم و غصه‌ای تو ندیدم خوش رفتاری زیغم و غصه‌ای تو ندیدم خوش رفتاری ندیدم خوش رفتاری در سیر کردن نمیتونم. جان بچم بچه جان دختر جان بابا دارم بابا سیر کرده پشت میروه با کجا میروه؟ به خونه پشت میروه اورا من به نظیر ایونا میرم. الو تاکسی امک جان شما هم شکلات رو دوست می‌دارید؟ بله شما هم گیرید یک تگی خورید رحمت دو نبیره یتیم دارم پدر و مادر از یک دیگر جدا زندگی میکنند با یک گناه من نبیره هایم زنده یتیم ماندند چی گناه کرده اید امک؟ 1.5 سال پیش دخترم از خانه شوهرش قهر کرده برآمده آمد بابا جان بیبی جان چی دخترم؟ آرام شو دخترم من این مشک را میفهمم دخترم من میدونم که خسرو و خوشتامان تو را دوست نمیدارم حرمت نمیکنم شوهرت هم اینچونین هیچ گم نیست این سفر خودم نزد آنها رفتم گریه نکن 3 بار دخترم را گردانده به خانه‌اش بردید پس بودگیست او این چی گفت مادرش پسند نمی کند داماد خودش پسند نمی کند خش و تبارش پسند نمی کند چی من دختر را از قد کوچه یافتم ها به هیچ کجا نمی رود تا داماد خانه الهیده نگیرد دختر من به هیچ کجا نمی رود فهمیدید شما پدر شده طرف فرزند خودتان رو گریده دیلتون نمیسوزد به دخترتون گپ تمام گپی من یک تو به هیچ کجا دختری من نمی رود تا داماد خانه الهیده نگیرد به هیچ کجا نمی رود تمام اختیار داری و چیش ده بده اکا جان بخشش ما رو به طرف خونه ده بده بره مایلش خوب شده است مرحمت السلام اکا جان و علیکم برسان کمی پیشتر یک مرد و یک زن آمده بود در کجا نشستن؟ مبادا که برای جنجال کردن نه آمدید نه اکا جان هرگز نه
مرو شوهرم خودش به اینجا دعوت کرد. ما برای ضیافت آمدیم اکا جان، برای جنجال نه. طرفخانه در خدمت شما. انا در کنج تالار. مرحبا. رحمت اکا جان. طرفخانه در خدمت شما. مرحبا. پیش دردت آمدیم انا. سلام داداش. رحمت شما رو به اینجا دعوت کردیم. با اشتیا باشه. با شیشتن تکلیف نمیکنه. مدینه خان با شوهری من از کی باز شناسه؟ الکی 1 سال می شود. از شوهری من چی میخوایی؟ هیچ چیز نمی خواهم. شوهرتون خودش به من عاشق شده است. پس در اینجا نشستن شما چی معنی دارد؟ چی مقصد داری؟ هیچ مقصد ندارم. شوهرتون گفته بود که من برای تو جانم رو فدا میکنم. دادا جان این زن کیست؟ این زن عزیز دلی دادت. آرام بچم. عزیز دلم از آن جیب راستتان همون 50 سامان رو دهید. مبلغ تلفنم تمام شده است. پیش خدمت. السلام علیکم. السلام علیکم. دادر جان همین پول رو گیرید به تلفن من میگذراندید. خوب شده سفر، خوب شده. 903 44 272. خوب شده سفر. سلامت باشید. با اشتیا باشید. گیرید. عزیز دلم از جیب چپتون همون 30 سومون رو میدادید. ما با تاکسی آمده ایم. پولی تاکسی رو دادم در کار. پیش خدمت. لبه. در نزد طربخانه تاکسی انتظار است. همین پول رو با تاکسی میدادید. خوب شده سفر جان. خوب. رحمت. عزیزکم از همون جیب کرتاتون آرام بچم همون 300 تومان رو دهید. کودک ها رو تماشا وعده کرده بودم. جانکم شاید کودک رو میگیرید. جانم نزدیک باش. با کجا؟ شین خوراک میخورید؟ جانکم تاکسی پولی عزیزکتون رو نمیدید؟ نه رحمت خودم دارم. مرحمت. مردک لبه. خیلی زود میرویم. با کجا؟ با بازو برای خونه خوراک خرید میکنیم.
مادام برابر جنجال سر میکنه. لیکن شما جنجال نکردید. برای چی؟ در فکر جنجال هم نبودم. تنها خواستم با بچه ها یک بار در ضیافت شما اشتراک کنم و آن عزیز جانتان را خواستم بینم که باید از شما چی میخواهد و کی هست. اگر و شما را در حقیقت میخواست من حتما شما را با او میبخشیدم. میبخشیدی؟ ها، با خوشبختی شما ضامن شدن نمیخواستم. اگر وی عزیز دلتون شما را میخواست برای من فرقی نداشت. من روزم را میگذراندم. لیکن دیدید که وی از شما چی میخواست؟ شد. بس. دیگر از پس این کارها نمیشوم. همه شما. اپا السلام علیکم اکا. اپا اکنون مرا به کار قبول میکنه؟ از همین کیکک